يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، الله متعال سپاس میگیم که بر ما شما توفیقی را داد که بر فهم شریعت الله متعال کنار هم جمع بشیم و از الله استدعا داریم که اول نیتهای همه ما را خالصانه بگردانه و اعمال خیر ما را مورد قبولش قرار بده. موضوعی را که ما شما انشاءالله درس در مورد از او آغاز میکنیم بحث نظام سیاسی اسلام است. این عنوان از مهمترین مباحث امروزی در مفاهیم اندیشه اسلامی هست و از پرجنجالترینش هم هست و اگر شوخی گونه بگیم از خطرناکترینش هم هست. این مضمون امی عنوان و حتی میشه گفت که نزاع و کشمکش که فعلا بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها خواسته و ناخواسته واقع شده در مورد محور اصلیش حداقل همین مضمون است. اینطور میشه برش تعبیر بکنیم. دلیل گپی است که در دنیا شما میدونین هر اندیشه و فکر طرفدار ای هست که در دنیا حاکمیت بکنه و اقتدار دنیا به دستش باشه. اندیشه های دیگه هم همی کار را دارن، اسلام هم همی هدف داره. گرچه یک عده از مسلمان هایی که از لحاظ فکری کم به عقب رفتن میشه گفت کوشش میکنن مفاهیم نظام سیاسی اسلام را یک رقم ماستمالی کنن به اصطلاح اراتیا که با شرایط امروزی سازگار بیاید، تعبیری که اونا میکنن. اما تعبیر دقیق ترش است که به گونه میخواین مفاهیم نظام سیاسی اسلام را، البته اونایی که حداقل قائل به این اصطلاح هستند، به گونه او را بیان بکنن که حداقل در تضاد با حاکمیت های با اندیشه های حاکم در دنیا که بیشتر غرب است قرار نگیره. و متاسفانه یک عده خود در تلاش عزیزن که بیخی همین مفهوم حذف بکنن و یک عده از کسان به عنوان مسلمان حتی طرفدار همین اصطلاح بخی نیستن، میگه ما در اسلام نظام سیاسی نداریم بخی. اونایی که باز کمتم قائل هم هستن میخواین را به گونه تحریف شدهش بیان بکنن و دلیلش هم ایست که در شرایط امروزی در دنیا غرب به عنوان به تعبیر میشه بگیم قدرت حاکم در دنیا از این زیاد حراس داره و نقطه تقابل میان اسلام و غرب هم روی امین نکته هست. البته ابعاد دیگه هم داره، اینطور نمیشه که ما ابعاد دیگه ش انکار بکنیم، اما عمو دریچه که اختلاف واقع میشه در امین نکته هست. به این خاطر شناختی مضمون مهم هست. یعنی قبل از این که ما مسائل بحثی به اصطلاح مضمون را بخوانیم خوب است که اول اهمیتی گپ بفهمیم. ما قاعدتا علما وقتی در مورد یک موضوع صحبت میکنن اول اهمیتش میگن. پس این از دو وجه یا حتی میشه گفت از سه وجه اهمیت زیاده داره. وجه اولش ایست که کسان در تلاش تحریف این مفهوم هستند. وجه دومش ایست که این مسائل در جهان اسلام کمتر بحث شده، البته در نزد عامه در بین کسانی که طبعا با این مفاهیم سر و کار دارن طبعا به حد کافی بحث شده، اما عامه از این اصطلاحات و از این مفاهیم چی هستن کمتر خبر دارن و کمتر آگاهی دارن. و نکته دیگه است که نقطه تقابل ما با غرب در از امی زاویه واقع شده. به این خاطر شناخت از این مهم هست که ما بفهمیم که اول آیا حقیقتا ما در اسلام چیز به عنوان نظام سیاسی داریم و اگر داریم با چی مفهوم هست. و این بحث این نکته پاسخ این ذهنیت را میده که کسانی میان منکر امی اصطلاح میشن. نکته دومش اونایی که میخواین مفاهیم این مضمون را و این محتوا را تحریف بکنن حقیقت از این پس چی هست. وقتی ما میگیم کسانی آمدن رو تحریف میکنن چگونه تحریفش میکنن و حقیقت این موضوع چیست. نکته سومش است که ما به خاطر این مضمون وقتی و به خاطر این مفهوم وقتی با غرب و با دشمن در تقابل واقع میشیم چگونه تقابل باید بکنیم.
در تقابل مسلمان ها با غرب ما گرایش های مختلفی داریم. بعضی ها گرایش های میشه گفت کم غلو آمیز دارن، بعضی ها گرایش های بخی تفریطی دارن، بسیار کمن کسانی که گرایش های معتدل داشته باشن و یک موقف مشروع و معقول و واقع بینانه در مورد غرب داشته باشن. دقت کردین هم مشروعیت حفظ شود و هم عقلانیت حفظ شود و هم واقع گرایی حفظ شود. یعنی اسلام یک دین واقع گراست، شرایط عینی را هم مراعات کرده باشیم و تعامل ما عقلانی هم بوده باشه و مفاهیم اندیشه اسلامی را هم تحریف نکرده باشیم. پس به این خاطر شناختی مضمون گپ بسیار مهم و اساسی است و به همین خاطر هم هست که در پوهنتون ها در سمستر پنجم مضمون تدریس میشه. البته چون کردیت های مضمون کم است به حد کافی گنجایش برای بحث تفصیلی از این را نداره. حداقل میشه عمومیاتی مضمون را فهمید، کلیاتی مضمون را فهمید و ما شما انشاءالله کلیاتش بحث میکنیم و اگر باز فرصت بود در مورد هر کدامش تفصیلی هم وارد بحث خواهد شدیم، چون هر عنوان از عناوینی که ما اینجا میگیم هر کدام از اینها میتونه در زیر مجموعه خود ده ها عنوان دیگه داشته باشه و هر کدام از او باز ممکن ساعت ها بحث داشته باشه. به اون خاطر یعنی هدف گپ ما است که دوستا کافی است یک تصویر کلی از موضوع داشته باشن، فکر نکنن نمخ گپ خلاص میشه که در چند درس محدودی که ما در این مورد راه میکنیم. خب پس یک مضمون بسیار مهم است و ضروری است و غلط فهمی های هم در این باب شده. اما وقتی وارد عنوان اصلی میشیم، این مضمون از 3 کلمه ترکیب شده: نظام، سیاست و اسلام. نظام سیاسی، اسلام. و روش بحث علمی در همه مفاهیم است که شما وقتی یک کلمه ترکیبی را میگین، اول هر کدام از این کلمات را به صورت جداگانه باید توضیح بدین و بعد از او اینا را به صورت مجموعی هم توضیح بدین. کلمه نظام و سیاست و اسلام هر کدام از اینها از لحاظ لغوی معنا داره، از لحاظ اصطلاحی معنا داره و باز 3 از اینها وقتی کنار هم قرار میگیره یک معنای کاملتر بر خودش پیدا میکنه. و هر 3 از این کلمات عربی است. نظام هم عربی، سیاست هم و اسلام هم. گرچه هر 3 از این کلمات در زبان دری هم معمول شده، یعنی ما حتی تقریبا با همون مفهوم عربیش معمول شده. گاه وقتی یک کلمه از یک زبان به زبان دیگه انتقال پیدا میکنه، معنایش چی میشه؟ معناش تبدیل میشه. اما هر 3 از این کلمات، نظام و سیاست و اسلام، ریشه های عربی دارن و با مفهوم عربیش در میان در زبان ها و فارسی زبان ها هم معمول هست. کلمه نظام از لحاظ لغوی از کلمه نظم گرفته شده یا نظمه و لغتا به یک رشته در آوردن میگن، مثل که دانه های تسبیح کنار همدیگه قرار دارن، اینمی را از لحاظ لغوی چی میگن؟ نظم. دقت کردین؟ ما با شما به همین مفهوم به کار میبریم. فلانی میگه آدم بسیار منظم است، یعنی کارهاش به ترتیب است. دقت کردین؟ به یک ترتیب واقع بودن یک کاره، به یک نظم داشتن و مرتب بودن معنا میده از لحاظ مفهوم لغویش. از لحاظ مفهوم اصطلاحیش این کلمه چون در خیلی از رشته های مختلفی علمی کاربرد داره، علمای هر رشته بر از یک تعریف ذکر کردن، بر اساس نگاهی که به قضیه داشتن تعریف های مختلف برای ذکر کردن. خب والله اعلم یک تعریفی که به نظر من جامع‌تر میآید و میتونه امی کاربرد این کلمه را با مفهوم اصطلاحیش در خیلی از نظام های دیگه هم حفظ بکنه، است که میشه بگیم نظام مجموعه قواعد و مقررات است که برای تنظیم امور یک بخش به کار برده میشه. مجموعه قواعد و مقررات است، یعنی مفهوم لغوی هم دی حفظ است که برای چی به کار برده میشه؟ برای ترتیب کردن و برای نظم در آوردن یک کاره. این قواعد و مقررات اگر در باب مسائل عبادی مثلا باشه، برش میگن نظام عبادی، یعنی احکام و قواعد و کلمه سیاست به معنای حکومتداری، خصوصا فرهنگ های معاصر کلمه سیاست به معنای چی به کار میبرن؟ به معنای حکومتداری و به معنای دولتداری کردن و اداره کردن جامعه به کار میبرن. این مفهوم داره و امی مفهوم لغویش که حال شایع شده مفهوم اصطلاحیش هم افاده میکنه. دقت کردین؟ یعنی مفهوم لغوی اداره کردن و تدبیر کردن جامعه یا به تعبیر دیگه اداره امور داخلی و خارجی یک کشور را پیش بردن چی میگن؟ سیاست میگن. گرچه گفتیم این معنای لغوی اولیش نیست، اما چون غالب شده حالا فعلا همی به عنوان معنای لغوی هم بکار میره و مفهوم اصطلاحی هم همیست. یعنی وقتی ما فعلا میگیم سیاست، منظور هموست اداره امور جامعه،
اداره امور داخلی و خارجی یک جامعه را چی میگن؟ سیاست. اما تعریف اسلام، تعریف اسلام شاید شایع ترین تعریف پیش دوستا تعریف اسلام باشه. من میخوایم یک کسی یک تعریف جامع برای ما بگه از اسلام که دو خصوصیت در وجود داشته باشه. خصوصیت اولش مستند باشه، خصوصیت دومش یک تعریف جامع و عام باشه که همه آنچه شما تحت عنوان اسلام میخوانین در او گنجانیده شده باشه. عقیده، عبادت، اخلاق، مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره. یک کسی امروز یک تعریف برای ما بگه. کی میگه؟ بگین. بگین. بسم الله الرحمن الرحیم. الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و تقیم الصلاة و تؤتی الزکات و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطعت الیه سبیلا. ماشاءالله. در واقع به معنی گردن نهادن، تسلیم شدن به اوامر الله و آنچه که خدا ما را امر کرده از او اطاعت میکنیم، چیزی نکرده. درست. من اسلام شامل که حدیث حضرت عمر بن خودی اینمی کلمه را کی میتونه از خودی کلمه یک تعریف جامع برای ما بگم؟ این شیشه را من نکسه ای کار نترده. خب ما امی خود این کلمه را یک بار ارزیابی میکنیم و این حدیث مشهور شما بارها از زبان علما شنیده باشین که روز جبریل علیه السلام به شکل انسان میاد پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم و از پیامبر پرسان میکنه و مل ایمانو، تعریف ایمان شما حتما خواندین و در جهان بینی بازو را میخوانیم و بعد دیگه سوالش چیز میگه و مل اسلام، اسلام چیست؟ آل رسول الله صلی الله علیه و سلم در تعریف اسلام چند نکته را ذکر میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه الاسلام ان تشهد لا اله الا الله. اول دقت داشته باشین، همیشه یه قاعده کلی در ذهنتان باشه، هر کلمه همونطور که پیشتر گفتیم یک مفهوم چی داره؟ یک مفهوم لغوی داره، یک مفهوم اصطلاحی داره. کلمه اصطلاحی را اگر ما در علوم دینی به کار میبریم، بهترین تعبیر خود بوده باشه که بگیم یک مفهوم لغوی داره، یک مفهوم شرعی داره. دقت کردین؟ یک مفهوم چی داره؟ لغوی داره، یک مفهوم شرعی داره. چی بگیم شرعی، چی بگیم اصطلاحی؟ اما در علوم شرعی بهتر از بجای کلمه اصطلاحی چی را به کار ببریم؟ مفهوم شرعی را به کار ببریم. خب اول در اینجا سوال کننده از رسول الله صلی الله علیه و سلم وقت پرسان میکنه و مل اسلامو، مراد سوال کننده مفهوم لغوی کلمه هست؟ نه خیر. چرا؟ چون مخاطبین پیامبر صلی الله علیه و سلم و کسی که جواب میده عربا هستن و عربا میفهمن معنای کلمه اسلام چیسته. پس مراد سوال کننده مفهوم شرعی این کلمه هست، نه مفهوم لغویش. دقت کردین؟ اما مفهوم شرعی این کلمه چیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه الاسلام ان تشهد لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. بعد میگه و تقیم الصلاة و تؤتی الزکات و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطعت الیه سبیلا. حالا یکی مفهوم ظاهری و تحت اللفظی این گپ است که پیامبر میگه اسلام شهادت دادن به لا اله الا الله محمد رسول الله، نماز، روزه، زکات، حج. اگر یک کسی این برداشت سطحی از گپ پیامبر بکنه، خب کل اسلام شامل چند گپ میشه؟ 5 گپ میشه. خب حالا ما میگیم اسلام نظام سیاسی است، نظام اخلاقی است، نظام نیفون فلان. اینا در کجای از این تعریف وجود داره؟ آیا اینا در اسلام هست یا نیست؟ بله. و تعریفی که پیامبر کرده دیگه از تعریف پیامبر کرده کس نمیتونه تعریف جامع بکنه. این تعریف پیامبر در کجای این اسلام وجود داره؟ ما به تعبیر یک استاد ما باید اینجا شکم کلمات پاره کنیم، بریم داخل عمق معانی کلمات تا مفهوم گپ پیامبر را به صورت کامل بگیریم. چرا؟ به دلیلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه الله متعال برای ما جوامع الکلم داده. جوامع الکلم یکی از خصوصیات پیامبر است. منظور جوامع الکلم بودن است که پیامبر در قالب جملات کوتاه مفاهیم بسیار بزرگ و وسیع و همه جانبه را افاده میکنه برای ما شما. حالا در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میخواد از تعریف اسلام برای ما بگه؟ آیا حقیقتا تعریف پیامبر یک تعریف جامع و کامل است بدون از اینکه ما چیزی رو اضافه بکنیم؟ دقت کنید یک نکته مهم هست. گاه وقتا معمول او شده در مورد تشریح یک اصطلاح، مثلا یک نفر میاد یک اصطلاح و تشریح از خود میگه، وقتی مردم که از او مخالفت میکنن تو احساس میکنه خوب مثلا ما با تعریف فلانی مخالفت کردیم، نه با یک متن دینی،
دقت کرده باشین مثلا همین مردمای نیمچه کافرکای معاصر دیده باشین به نام نواندیشی و نفهم فلان به مدان وقتی اونا میان برش میگه این یک تعریف فلانی گفته، خب میگه او تو یک تعریف تو من یک تعریف ما میگم. یعنی میخواد در مقابل تعریف یک عالم از خود یک تعریف را بکنه و در قالب تعریف غلطی که را میکنه میخواد مفاهیم غلط فکر خود در این چی بکنه بگنجانه. پس بهترین کار این خواد بوده باشه که ما تعریف اصطلاحات بر اساس مفاهیم از منابع دینی بگیم. من میخوام نگفتم ولی باید مستند بگین تعریفشه. دقت کنید مثلا میشه علما خیلی تعریف بر اسلام گفتن، نه خب یک نفر میشه بگه که ما با تعریف فلانی عالم از اسلام موافق نیست. مثلا که دکتر کلیم زیدان در کتاب اصول دعوا شاید شما مطالعه کرده باشین، در اول کتاب خود 7 تعریف از اسلام را میکنه. یک نفر من میگه خب من این تعریف قبول میکنم. ما نمیتونیم برش بگیم که تو خوب شد تعریف قبول نکنم، میگه تعریف یک عالم است و من ملزم نیستم حتما تعریف از او عالم قبول بکنم. اما این تعریف کیست؟ پیامبر است. کس نمیتونه در مورد این تعریف مخالفت بکنه دیگه. پس ضرورتا ما باید این تعریف چی بکنیم؟ این تعریف باید بگشاییم و مفهومش رو باز بکنیم تا دقیقاً مفهوم تعریف پیامبر را بگیریم. این به خاطر تفصیلی تر میگم که این براتون بسیار در هر چیزی که شما به نام اسلام میخوانین چی هست کارایی زیاد داره که حقیقتا آنچه که ما میگیم گپایی است که ما به اسلام چسباندیم یا نه اینا در متن تعریف پیامبر از اسلام وجود داره. کلمات محوری پیامبر دقت کنین. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک کلمه تشهد را به کار برده، دیگه کلمه اله را، دیگه کلمه الله را و دیگه کلمه محمد و رسول. اینا کلمات چیست؟ محوری این جمله هست. اول کلمه انتشهد. کلمه انتشهد هم از جمله کلمات عربی است که در زبان دری به مفهوم عربیش کاربرد داره. ما شما میگیم شهادت دادن، نه منظور از شهادت دادن یعنی به یک مسئله اقرار کردن یا به یک مسئله چی کردن؟ اعتراف کردن. شهادت دادن یعنی به یک چیز اقرار کردن و اعتراف کردن. خب حال اقرار و اعتراف، کدام اقرار و اعتراف اعتبار داره؟ دقت کنید، یعنی به تعبیر دیگه به عنوان شهادت درست و به عنوان شهادت صحیح قابل قبول است. اول شرط اول اقرار و اعترافی که اعتبار داره است که بر مبنای علم باشه. او شهادتی که بدون علم باشه هیچ نوع اعتباری نداره. او شهادتی که بدون علم باشه اعتبار نداره. حتی در امور روزمره ما و شما هم یک نفر در مورد یک چیز شهادت بده علم نداشته باشه این گپ هیچ نوع اعتباری نداره. به عنوان مثلا در یک کدام جنجاله که مثلا در یک محکمه باشه شما به عنوان شاهد برین در اونجا برای قاضی بگین قاضی صاحب ما آمدیم شهادت میدیم، یعنی به یک مسئله اقرار و اعتراف میکنیم. قاضی از شما پرسان میکنه که خب فلانی خان تو آمدی در اینجا شهادت میدی، آیا تو با آنچه که شهادت میدی علم داری؟ شما بگین که نه، شهادتان قبول میشه؟ قاضی شهادت شما را یا بدون قاضی مثلا من یک نفر بیان پرسان میکنم که خب برادر تو در مورد فلانی چی گپ داری؟ میگه که خب فلانی گپ است. بگم تو با آنچه که گفتی علم داری؟ میگه نه علم ندارم. قبول میشه گپش؟ یعنی گپ عادی را قبول نمیکنیم. پس اول شرط اول شهادت است که بر مبنای چی باشه؟ علم باشه. شهادت بدون علم اعتبار نداره. دوم با محتوای آنچه که ما علم داریم باید یقین هم داشته باشیم. او شهادت و اقرار و اعترافی که بر اساس علم باشه، یعنی یک نفر دانش و آگاهی در اون مورد داره اما با او دانش و آگاهی خودش یقین نداره، این شهادت هم بازم قابل قبول نیست. خب آله داشتن علم و داشتن یقین با آنچه که انسان شهادت میده خودش در مفهوم کلمه ان تشهد رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود داره. بر علاوه از این قرآن کریم اینی قیود را در مورد شهادت دادن به صورت واضح ذکر میکنه. شما در سوره محمد حتما خواندین الله تبارک و تعالی امر میکنه فعلم انه لا اله فعلم. دقیقا شرط چی رو ذکر میکنه؟ علم ذکر. فعلم انه لا اله الا الله. خوب بدانین به چی گپ؟ به لا اله الا الله. یعنی شرط علم در قرآن کریم به صراحت آمده و اولین چیزی که در قرآن به صورت مشخص بر تک تک مسلمان آموختن از او فرض است همین کلمه است. یعنی در دیگه موارد قرآن کریم به صورت کلی گفته نه تشویق کرده علم یاد بگیرین. او حکمی که بر آموختن از او صراحتا امر شده فعلم انه لا اله
الا الله است. یک. دوم، شهادتی که بر مبنای آگاهی باشه اما بدون یقین، بازم شهادت گفته نمیشه. به دلیل چی؟ به دلیل آنچه خود متن قرآن کریم میگه. الله تبارک و تعالی در قرآن کریم میفرماید، این چی رقمی خواد معلوم شه. در قرآن کریم الله متعال میفرماید منافقین پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم میآمدن، غالبا سوره منافقین است. به پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتن نشهد انک لرسول الله. چی میگفتن؟ نشهد انک لرسول الله. برای پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتن ما شهادت میدیم که تو پیامبر خدایی. دقت کردین؟ شهادت میدن. کلمه چی را به کار میبرن؟ شهادت دادن. الله متعال در پاسخشون چی میگه؟ والله یعلم انک لرسوله. الله میدونه ای محمد صلی الله علیه و سلم که تو پیامبر خدایی، اما والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. الله شهادت میده که منافقین در ادعایی که میکنن چی هستن؟ دروغگویند. چرا؟ این جمله منافقین است، انک لرسول الله. برای کی؟ بر پیامبر. این جمله دروغ است. چرا الله متعال میگه اینا شهادت دروغ میتن؟ دقیقاً چون یقین ندارن. پس اقرار کردن و اعتراف کردن ولو بر مبنای علم باشه وقتی همراه با یقین نبود شهادت گفته نمیشه. پس مفهوم گپ پیامبر که میگه علیه السلام ان تشهد لا اله الا الله چیست؟ مفهوم گپ پیامبر صلی الله علیه و سلم است که اسلام یعنی اقرار کردن و اعتراف کردن بر مبنای علم و داشتن یقین کامل و مطلق. چی چیزی یقین از زائل میکنه؟ شک. و کسی که شک داشته باشه مؤمن نیست. چرا؟ چون صفت مؤمن چیست؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. چرا؟ چون شک یقین چی میکنه؟ زائل میکنه. و صفت مؤمن هم است که با آنچه که شهادت میده یقین داره. خب پس تعریف پیامبر چی میشه؟ اسلام اقرار کردن و اعتراف کردن بر مبنای علم و داشتن یقین. کلی گپا اول در خود مفهوم کلمه ان تشهد است. سوم آیات قرآن کریم در این باب چی داره؟ آیات قرآن کریم در این باب صراحت داره. خب با چی گپ؟ اقرار و اعتراف کردن بر مبنای علم و داشتن یقین با چی گپ؟ بلا اله الا الله. هیچ الهی به غیر از الله نیست. مفهوم کلمه اله، ما مفهوم کلمه اله را در خود قرآن در کجا جستجو میکنیم؟ در قرآن جستجو میکنیم. قرآن کلمه اله را با دو مفهوم کلی و عام به کار برده. قبل از او ما مفهوم لغوی کلمه اله را میایم. اله به معنای چیست؟ معبود. معبود به معنای چی؟ کسی که مورد چی قرار میگیره؟ عبادت. عبادت چیست؟ اطاعت. دیگه اطاعت پیروی داره و شیدی. دیگه مفهومش چیست؟ انقیاد. اطاعت اینا معانی مترادفن غیر از این معنا. مفهوم بندگی بله. تضرع. حاکمیت دیگه مفهومش است. تضرع. کلمه خضوع، تضرع، بندگی اینا مفاهیم نزدیک به همه. کمال تضرع. یک. مطلق اطاعت. دو. این عبادت دو مفهوم عام و کلی داره. مطلق کمال تضرع. کمال تضرع یعنی چی؟ یعنی یک تضرع خطرک است، یک تضرع بسیار بالا. مثلا نگاه وقتا شما کلتون بشه یک نفر خوب است بخیر است اطاعت کنین. نه معمولا یگان تا احترام میکنن. یگان نفر بیخی کلتون پایین میکنین. یگان نفر بیخی میرن کجا؟ با سجده. سجده چیست؟ اوج تضرع. کمال تضرع. خب کمال تضرع که بر این بود ظاهریش است. کمال تضرع بود چیش است؟ بود ظاهری عبادت است. آیا تنها وجود یک بود ظاهری بر از اینکه یک مفهوم کلمه عبادت رو بخواد بگیره کافی است؟ نه. این باید همراه با یک بود چی باشه؟ همراه با بود معنوی و باطنی باید همراه باشه. او بود باطنی که تضرع ظاهری شما را به عبادت مبدل میکنه چیست؟ محبت. یعنی شما تعظیم و محبت، شما بر یک مرجع در نفس خودتان بسیار احترام قائلین
و به او بسیار محبت میکنین. بر مبنای این تعظیم و محبت باطنی پیش از او چی میکنین؟ سرتان خم میکنین و به سجده میرین. این چی میشه؟ عبادت. این عبادت کامل میشه. هرگاه یک کس پیش یک ذات تضرع بکنه، تضرعش بود معنوی عبادت در خود نداشته باشه، عبادت گفته نمیشه. مثلا البته وقتا وضعیت امنیتی خراب است، شما در جای میرین یک نفر تفنگچی خدا میگه میگه زود کده ما سجده کن، زود کده سجده کن. شما اتوماتیک کده برای سجده میکنین، یعنی بود ظاهری عبادت چی میکنین؟ انجام میتین. اما اینمی بود ظاهری عبادت انجام میتین توأم با بود باطنی نیست، یعنی در دلتان نسبت به او هیچ نوع تعظیم و محبت قائل نیستین. شما او را عبادت کردین، گرچه ظاهرش عبادت انجام دیدن اما این عبادت گفته نمیشه. یعنی مثلا والله شما برای سجده بکنین، در دل خود براتون میگه به خدا فانکشن نمیدیم دانت میزدم حالا شما با این احساس بر از او چی کردین؟ سجده کردین. این عبادت گفته نمیشه. خب پس عبادت حقیقی و کامل است که کمال تضرع باشد توأم با چی؟ توأم با کمال محبت. یک نفر پیش الله تضرع بکنه روز 5 بار نه که 50 بار سجده بکنه، خب به الله متعال احترام نداشته باشه و محبت قلبی هم پیش الله نداشته، این عبادت گفته میشه؟ مثلا این نفر بگه خدا صاحب جان خوشم نمیخوام بیا نماز میخوام این عبادت کرده؟ این گپ به زبان خودم نگه، در دلش باشه. اصلا مسلمان گفته میشه بیخی؟ عبادتش قبول میشه؟ قطعا نمیشه. خب حالا این سوال دیگه اینجا باز مطرح میشه، از گپ میبره. یعنی ما الله را عبادت میکنیم نه؟ آیا حقیقتا بر اساس کمال محبت است؟ عبادتی که میکنیم بر اساس کمال محبت است به الله؟ خب الحمدلله. چطور بفهمیم که واقعا عبادت ما بر اساس محبت است؟ و نکته مهمش چگونه محبت الله تعالی جلب کنیم؟ این گپ مهم است. این باز گپ کلان است و یک راهش شناخت الله متعال است، شناخت الله. ما الله را وقتی خوب نشناسیم ولو بگیم بله محبت دارم، خب واقعا محبت نداریم. اگر واقعا محبت داشته باشیم کیفیت عبادت ما فهمیده میشه. هر کدام ما خود ما میفهمیم کیفیت عبادت ما چیزی. من خودم مورد خود قضاوت میکنم، مزهش نیست. دقت کردین؟ این چرا؟ به دلیل از اینکه محبت اسباب داره، اسباب ایجاد محبت در قلب. این بر اساس شناخت میشه و این بحث کلان و گسترده است. ما یک سلسله درس‌های تحت عنوان معرفی الله در قرآن داریم. یک دو صفت بحث کردیم، تقریبا 23 درس است و دوستان میشه بشنون. ما این هر صفت الله متعال بحث بکنیم و در 12 درس خاطر شد دیگه. چه کمی میشه والله اعلم. بعد ترتیب خب ما زیاد از موضوع دور نمیرم. پس مفهوم عبادت میگیم کمال تضرعی که توأم با تعظیم و محبت باشه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله عبادت همین رقم تعریف میکنه. خب آیا عبادت با همین مفهومش خلاص میشه؟ نه خیر، دیگه مفهومم داره. این از کجا میگیم؟ در آیات قرآن کریم غالبا این معنا با کار برده میشه و مفهوم کلمه عبادت وقتی مردم به کار میبرن غالب معنای عبادت همین معنایش هست. دقت کنید میگم من رفتم فلانی عبادت کردم، من رفتم فلانی نماز، روزه، زکات، حج، قربانی، دعا فلان، اما اینا چیست؟ نمادهای از تضرع پیش پروردگار. اما یک معنای دیگه عبادت که از معانی اصلی عبادت است، خب غالبا مردم در مفهوم لغویش میگن، هر کی میگه اطاعت کردن، اما عملا از ذهن مردم کمی دور است. او اطاعت مطلق است. خب حالا ما معنای کلمه عبادت که تو میگیم از کجا میگیم؟ این مفهومش خیلی مشهور است، هر کس میگه. مسلمان کافر در این مفهومش چیست؟ شترک هر این دور هم پرسان میکنی که پیش خدای تو بگوان عبادت میکنیم، میگه بله. چطور میکنیم؟ تضرع رو نشان میده. دقت کردین؟ خب در دیگه الله متعال در آیات دیگه الله متعال میفرماید افرأیت من اتخذ الهه هواه. آیا شما دیدین کسی را افرأیت من اتخذ الهه هواه؟ آیا شما دیدین کسی را که الهش هوای نفسش است؟ کسی که چی گرفته؟ اتخذ الهه هوای نفسش الهش است. اگر ما مفهوم عبادت را تنها در تضرع خلاصه بکنیم، هوای نفس ما جسم فیزیکی نیست، نه که را من از وجود خود بکشم پیش روی خود با آن باز برش سجده کنم. ممکن است؟ خب چرا الله متعال گفته کسانی هست که اینمی الهشان هوای نفسشان است؟
اگر تنها معنای عبادت در این مختصر بکنید، اینجا این آیت معنا نمیده. پس دیگه مفهوم مرادش است. مرادش چیست؟ یعنی ما چه رقم، یک نفر چه رقم هوای نفس خود عبادت میکنه؟ او هوای نفس خود در داخل وجودش است. چه رقم او را عبادت میکنه؟ اطاعت مطلق. هرگاه یک شخص از هوای نفس خود اطاعت مطلق کرد، این چی میشه؟ در حقیقت هوای نفس خود را اله خود گرفته. یعنی چی؟ یعنی هوای نفس خود را عبادت کرده. پس معنای دیگه عبادت چی میشه؟ مطلق اطاعت کردن میشه. خب آله ان لا اله الا الله یعنی چی؟ اسلام. شما دقت کنین، کل زیرا از ابتدا تا آخر دقت کنین. اسلام چی شد؟ اسلام اقرار کردن، اعتراف کردن بر مبنای علم و داشتن یقین کامل به ای که هیچ کسی بغیر از الله اله نیست. یعنی چی؟ یعنی هیچ کسی بغیر از الله معبود نیست. یعنی چی؟ یعنی هیچ کسی بغیر از الله مستحق عبادت نیست. یعنی چی؟ یعنی هیچ کسی بغیر از الله مستحق کمال تضرعی که تو با تعظیم باشه و مستحق مطلق اطاعت نیست. دقت کردین؟ آله ما شما چیز داریم به نام دین. دین نه اسلام نام یک دین هست. این چی هست؟ دین چیست؟ مجموعه از احکام هست یا نیست؟ مجموعه از احکام است. نه؟ در کدام زمینه ها؟ اول در زمینه عقیده. آیا دین و اسلام احکام اعتقادی داره یا نه؟ خیلی خوب. احکام عبادی چی؟ داره یا نداره؟ احکام اخلاقی چی؟ احکام اجتماعی چی؟ احکام سیاسی چی؟ احکام اقتصادی چی؟ کلی احکام داره. پس اطاعت مطلق کردن از الله در زمینه عقیده، عبادت، اخلاق، مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی چی میشه؟ یعنی تعهد به عبادت کردن الله. خب اطاعت مطلق که میگیم یعنی چی؟ یعنی همه آنچه که ثابت شده باش تسلیم میشی. بیت نمیشه که یک شه بگیری دیگه شه لابتی، دیگه شه بگیری دیگه شه بانی. این رقم نمیشه. مثلا البته اون مسائل قطعی، البته باز دین احکام قطعی و غیر قطعی خود داره. دقت کردین؟ در باب عقیده مثلا ارکان ایمان به الله، ملائکه، کتاب‌های الهی، پیامبران الهی، یک نفر باید کلش قبول بکنه. نه مثلا اگر یک نفر بگه که ایمان به الله را قبول دارم، ایمان به ملائکه را قبول ندارم، مسلمان است؟ بگه ایمان به ملائکه را قبول دارم، جبریل چه نام خوشم نمیاد، مسلمان است؟ کلش نقض میشه. نه تو نمیشه که اون دیگه ایمانش به دردش بخوره، این ایمانی که به جبریل نداره دیگه مشکل ایجاد نکنه براش. چرا؟ چون در تقابل با چیست؟ اطاعت مطلق است. اطاعت مطلق که نگیدی خلاص دیگه، چی یک حکم نقض کنی چی کلش نقض کنی. یا یک نفر بگه خوب ایمان به ملائکه را قبول دارم، مثلا پیامبرا را قبول دارم، موسی را قبول ندارم، باز چی؟ نمیشه. ایمان به پیامبران را قبول دارم، ایمان به کتاب ها که مثلا تورات قبول ندارم، باز نمیشه. ایمان به روز قیامت یک بخش بگه مثلا صلات قبول ندارم، مسلمان نیست. در باب عبادت مثلا چی؟ مثلا نفر آدم تنبل باشه بگه والا عبادت خوب چیز است، همین نماز دیگه یک ذره نمیشه جور نمیگم کت نماز میشه، مسلمان است. یک آدم شیکمبو باشه بگه برو نمازم خیره، یک رقم مصرف نداره امیز روزه دیگه نه، هوا گاهی وقتا مثلا تابستان هوا سرد میشه، روزام طولانی، روزه نه قبول نداره، مسلمان است. یک آدم پیسه خود داشته باشه بگه زکات قبول نداره، مسلمان میمونه؟ نمیمونه، کلش باید قبول بکنه. در باب مسائل اخلاقی چی؟ یک نفر بگه نه من قبول ندارم که دروغ حرام است، کی میشه به دروغ کی زندگی میشه، میگه این مسلمان میمونه. یک نفر بگه نه من قبول ندارم زنا حرام است، چی که پس ما راضی فلانی راضی دیگه چی مشکل است؟ این مسلمان میمونه؟ نمیمونه. در باب مسائل اجتماعی چی؟ یک مثال جزئی براتون میگم چون این مرض کلان است، کمی توضیحش میدم. اجتماع اسلامی جامعه‌ای را که اسلام شکل میده بر مبنای چیست؟ بر مبنای عقیده است. دقت کردین؟ بر مبنای چیست؟ بر مبنای عقیده. اگر یک نفر ساختارهای اجتماعی را که اسلام معرفی کرده قبول نداشته باشه، عقیدتاً قبول نداشته باشه، ولی 24 ساعت نماز بخونه، مسلمان نیست. مثلا الله متعال در مورد تفاوت نژادها و زبانها و اقوام و ملتها میگه اینا چیست؟ اینا به خاطر چیست؟ لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تقوا معیار برتری است، تفاوت زبانها و اقوام و ملتها به خاطر شناخته است. یک نفر بگه نه این رقم هم نیست دیگه که تو میگی اونگه پختانه
ده نظر برابر این اسنه برابر به این آیت ایمان داره. تاجیکا میگن ما خیلی مردم دیسکوسی میام خونه که کوچیکه کاملا مسلمان منه از آلگاه بیخی دیسکوشن نه ازبکا که بیخی بیام مارشال ناریم این با این آیت یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. هر آیت اول یقین باید داشته باشی بهش، نه بعد بوده عملی نه. یک نفر با آیت اقیم الصلاة ایمان نداشته باشه 5 وقت نه 50 وقت 500 وقت نماز بخونه نمازش میشه؟ عمل در اسلام زمان اعتبار داره که بر اساس چی باشه؟ بر اساس عقیده باشه. خب ما به اینی آیت ما یقین کار داره یا نه؟ اینی آیت ایمان کار داره یا نه؟ یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. چه رقم یقین داشته باشی؟ یعنی چی؟ یعنی تفاوت زبان ها و اقوام و نژادهای مختلف اینا دلیل برتری نیست. دلیل برتری چیست؟ تقوا. اینا نشانه های چیستن؟ نشانه های عظمت خدا. انسان های متعصب به این آیت به همین مفهوم ایمان داره؟ ایمان داره؟ ساختارهای این حکم اجتماعی اسلام است. انسان متعصب به آیت انما المؤمنون اخوة ایمان داره؟ اگه ایمان داشته باشه باز میتونه متعصب باشه؟ امکان داره ایمان به آیت انما المؤمنون اخوة با تعصب در قلب جمع شود؟ ممکن است؟ نیست ممکن. یا در باب مسائل سیاسی که گفتیم سر از این مضمون زیاد تاخت و تاز میشه، من یک مثال برای شما ذکر میکنم. شما ببینید دقیقاً آیات قرآن کریم حتی کلمات یکیست. الله متعال میگه کتب علیکم الصیام. این آیات قرآن است، نه؟ کتب علیکم الصیام. در دیگه جای میگه این کتب علیکم امی علیکم کتب علیکم القصاص. در دیگه آیت میگه کتب علیکم امی علیکم قتال. این حکم عبادی است. اگر کس به این آیت تسلیم نبود مسلمان است. اینی حکم چیست؟ سیاسی است. این افراد به صورت فردی اجرا کرده میتونن. میتونی برید کشه یک نفر بکشی چی کده باشه؟ والا یک نفر قصاص کنم چه دیوانه خودش کشته میشه. و بدر ما خود به خدا عمل کردم کتب علیکم القصاص. حق داریم. آیا این فرض انجام همین فرض است یا نه؟ انجام از این فرض نیست؟ این رو خب به صورت فردی انجام داده میتونیم. این انجام داده میتونیم. که چطور شوی؟ نظام سیاسی هم که نباشه. به این کدیرت چطور کنیم؟ تیرو خدا بیاریم ازش. کتب علیکم القتال چیست؟ حکم سیاسی. متناظر با امریکا میکشه. والا اگه میکشه دیگه یک روز میمونه میخویزار. نه میکشه دیگه. نیاز به چی داره؟ تنظیم کار داره، نیاز به یک ساختار کار داره. آیا واجب است یا نیست؟ حکم سیاسی است. دقت کردین؟ کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص، کتب علیکم. حالا یک نفر سیکولار بسیار بی‌عقلن. خب حتی اینا خود بسیار رو شور میگن، واقعا بی‌عقلن. خب چطور میتونی بین این آیات تفریق بکنی؟ اگه بیای بگی که آیات قبول ندارم، خب گپت خراب میشه. اگه بگی قبول دارم چه رقمی عملیش میکنی؟ اگه بگی نه قبول دارم عملی نمیکنی، خب باز نمیشه دیگه. یعنی امی کسایی که خواسته بشین یک حق باطل نشان بدن، یک جای نه دو جای نه هزار جا گیر میمانن. تو دقت کردین؟ خب اینا احکام چیست؟ سیاسی. خب کلی از اینا رو باید قبول بکنی. احکام مثلا اقتصادی چی؟ یک آیت برای شما میگم. الله متعال در قرآن کریم میگه و احل الله البیع و حرم الربا. یک نفر بیا بگه که شما مسلمانان بسیار ماشاءالله هستین، خب برو خیر میکل احکام عقیده رو قبول کردم. میگه حالا مرا الا بتیم نه میگم نه برو می عبادات هم قبول کردم. نه احکام اخلاقی رو هم قبول کردم، احکام اجتماعی رو هم قبول کردم، احکام سیاسی رو هم قبول کردم، احکام اقتصادی رو هم قبول کردم. اگه یک نفر بگه کلی از اینا قبول، هم احکام اقتصادی هم دیگراش قبول، اینی حکم که احل الله البیع خیلی خوب و حرم الربا، اینی دو کلمه دیگه نمیشه. حالا که از دنیا که است یک شنفم قریه کوچک شده، نظام حاکم در دنیا بازار آزاد است، حرم الربا جور نمیاد. کل نظام های سیستم های بانکی دنیا سیستم های ربوی در کشورهای اسلامی غیر اسلام نمیشه. حرم الربا نمیشه، قبولش نداره. مسلمان شد. تنها با اینی که یک بخش از هزار حکم از احکام اقتصادی اسلام است، اسلام یک نفر کاملا چی میشه؟ نقص میشه. دقت کردین؟ خب پس اسلام چی شد؟ اسلام اقرار کردن. من دستم که درس میدونم رقمی کرده اقرار کردن
اعتراف کردن بر مبنای علم و داشتن یقین مطلق و کامل است به ای که هیچ کسی بغیر از الله مستحق کمال تضرع و مطلق اطاعت نیست. گپ خلاص میشه. جمله بعدی چیست؟ و ان محمدن. آل ما وقتی از الله متعال در همه ای زمینه ها اطاعت مطلق بکنیم به طریقه و روش کی؟ احمد، محمود، مولای مسجد، وکیل منطقه، منطقه مردم های خطرناک اینی که پیامبر گفته برا ما بابا کلان ما این کپار نشد خواهر چند تا بابی پیدا شده که بابا کلان تو خودم متوجه شدین؟ یا به طریقه مثلا مولانا، به طریقه کی؟ احمد، به طریقه ما، به طریقه مولای مسجد تا خطیب مسجد، به طریقه کی؟ و ان محمدن رسول الله. خودی الله که ما تعهد کردیم که ازش اطاعت میکنیم خودش کسی به اسم محمد صلی الله علیه و سلم را چی کرده؟ رسول روان کرده. این چی را بر ما آورده؟ کل دین آورده. خب این گپ هم که گفتیم گپ خلاص میشه؟ نماز، روزه، زکات، حج نمونه های از چیز؟ نمونه ها. الله پیامبر میشه مثال ذکر کرده از عمل. دقت کردین؟ پس اسلام اول تعریف کلی شده نظر بگیرین. اسلام عبارت است اقرار کردن و اعتراف کردن بر اساس علم و داشتن یقین مطلق و کامل به اینکه هیچ کسی بغیر از الله مستحق کمال تضرع و مطلق اطاعت نیست و ما به عنوان مسلمان به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم در همه زمینه های زندگی از الله اطاعت میکنم و به این عمل هم بکنیم. این چی میشه؟ تعریف اسلام میشه. در این تعریف مفاهیم سیاسی وجود داره یا نه؟ وجود داره. بفهمیدین گپ مرا؟ خب پس تعریف نظام ما شما گفتیم، تعریف سیاست گفتیم، تعریف اسلام را هم گفتیم. حالا هر سه از اینها را یک جای قرار بدیم چی میشه؟ نظام، مجموعه قواعد و مقرراتی که برای تنظیم امور یک جامعه یا برای حکومت داری در یک جامعه بر اساس احکام و قواعد اسلامی باشه، را برش میگن نظام سیاسی اسلام. بفهمیدین؟ نظام چی بود؟ مجموعه قواعد و مقرراتی که برای اداره امور یک جامعه بر مبنای قواعد اسلامی باشه، برش نظام سیاسی اسلام میگن. فهمیدین ان شاء الله گپ مرانه؟ این چی بود؟ تعریف نظام سیاسی اسلام. خب من این تفصیلی تر به خاطر از این گفتم که وقتی تعریف اسلام با این جامعیت بفهمین بعد گپ برای شما چی میباشه؟ حل میباشه. اگر عقیده بخوانین، اگر عبادت بخوانین، اگر اخلاق بخوانین، اگر مسائل اجتماعی بخوانین، اگر سیاسی را بخوانین، کل اینها احکام است که در خود تعریف رسول الله صلی الله علیه و سلم از اسلام وجود داره و باید مسلمانو را با همین تعریف کامل و جامع و همه جانبه چی کنه؟ بشناسه. گفته ارادت بفهمیدین؟ خب ما در خاطری که زیاد چی نشد به می حد اکتفا میکنیم. انشاءالله که دوستا چیز فهمیده باشن. سبحانك اللهم ربنا و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. اگه گپ، سوال، انتقاد، پیشنهاد چیزی داشته باشه